اویلای هست که هم تاجیک دارن، هم قرقیز دارن، هم ازبک دارن، هم تاتار دارن و هم روس هم دارن. خیلی اویلا هم هستن در ناحیه لخش. ما فخر میکنیم که همین ناحیه ما ناحیه خرد است، سرملت است، لیکن در اینجا احساس ملتچگی نیست. سالی 71 بود که مکتب بود کردم برای خودم نقش قاش خدمت دختر مثال برآمدم ایدم بیو خواهرم نقش قاش او را دختم خیلی قدیمه می تکسری و اینا پرده های تریزه جوراب بافی توق دوزی اینه دوری اینا نه برای عروسا دوری کلون شیشتا دخترها گرد شیشتا و سرودخوانی میکنن و همیرا میدوزن برای عروسا. توقی گل دوزیت کرتای نوروزیت حسنی دل افروزیت حسنی نوی نوبهار حسنی دل افروزیت حسنی نوی نوبهار نوروز لاله آرد مای در پیاله آرد پیغامی نوبهاران بر کوه و یاله آرد نوروز نوجوان است نوروز جاویدان است از روزگاری درین زیباترین نشان است از روزگاری درین زیباترین نشان است توقی گلدوزیت کرتای نوروزیت حسنی دل افروزیت حسنی نوی نوبهار حسنی دل افروزیت حسنی نوی نوبهار. هر یک دختری که با خانه بخت خود گسیل کرده می شود خودش با هنری خودش با دستای خودش میکند گلدوزی میدوزد همش هنرهای دست خودشونن از مادرشون یاد گرفتگیان مادرشون از بیبیاشون یاد گرفتگیان ما ای بیبیامون آموختیم ای مادرامون آموختیم انا ما با دخترامون آموختیم انا خالی با اینا نه یوش دخترکوی که اینا رو با نو برآمدن اینه عروسا اینا مثال اینا با اینا رو نشون دادیم اینا دختر سودن اینا اینو با مثال رفته با عروس شده کودکدار شده با اینو با فرزنداش نه می آموزن انا همه خیلی نبیره همون و عبیره همون همه خیلی همه عرف و عادت نمانده. فرهنگ معنویات این همان چیزی است که انسان را از دیگر موجودات خلق کرده خدا فرق می‌کند. هیچگاه انسان با همون فرهنگ با معنویات انسان است. اصلا پیدایش رقص از مردها سرشدگی است. من یک شعر داشتم که در نوروز رقصیدن پیران هم این روز روا باید گفته. این وابسته به همون هنر همون رقاص است و وابسته به ذوق همون کس. این هم یک افاده ذوق همون مرد که وای جوان باشد یا پیر باشد فرق ندارد. این خوب است. این هم هنر است. همین رقصیدن هم نمیتواند هم تونسته آدم کسی که همون استعداد خدا داده هم میتواند نباشه نمیتواند.
Xo'jan Sharg'a borib qo'l o'yinlarini o'rganib keldim. من برای آموختن هنر قالین بافی به شهر خوجند رفته بودم. در آنجا نازکی‌های این هنر را از استادان چیره‌دست خوجندی آموختم و امروز به زن‌های خانه‌نشین ناحیه آموخته ایستادم. کوشش می‌نمایم که همین هنرها را نیز حفظ کنیم. Keshda tegish, jorib to'qishni biz o'rgatib jatamiz. برای من در بین این دو ملت زندگی کردن چور گوره است و من بسیار میخواهم که دوستی و اتفاقی این مردم، مهر و عاقبت بین همدیگری این مردم باز هم مستحکمتر شود و دیار کوهستان ما را باز هم آباد و زیبا گردانند و با نسل‌های آینده انم وطن آباد و شکوفان، انم دوستی و رفاقتی زوال ناپذیر باقی میماند برای نسل نو است. اساس همه گونه ترقیات ما، اساس همه گونه بردباری‌های ما، کشفیات‌های ما ان همین آسودگی، ان همین وحدت ملی است که یک پایه خیلی استوار استقلال خواهد بود. بر چشم آمد گل جبین میشست روی نازنین، بر چشم آمد گل جبین میشست روی نازنین، انگشت ها پر از نگین ای ماه روی نازنین، بر حسن